به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درود بر یک و یکتان دوستان برادرانم. امروز خواستم بهراتان قصه زنی مالپرست و شوهری زاهد را نقل کنم. برادران گرامی قدر، قصه بسیار تأثیر بخش است. پیش از گوش کردن قصه از شما خواهش میکنیم با این نوار لایک بگذارید. یک زن زیبای در عقد نیکوی مردی مؤمن و زاهد در آمد. مرد بسیار بوتقوا و پاکیزه بود ولی فقیرانه زندگی میکرد. زن باشد میل بیشتر به دنیا و زر و زیور داشت. روز تاب و طاقت زن به پایان رسید و با عصبانیت به سوی مرد گفت: تو که به خواسته های دل من توجه نمیکنی و به من زر و زیور نمیخری، من خودم به کوچه و بازار میروم تا مردم بدانند که تو چگونه زنی زیبا داری و نسبتش به اعتمادی میکنی. من زر و زیور میخواهم. مرد در خانه را باز کرد و به زنش گفت: برو هر جا که دلت میخواهد. زن با ناباوری از خانه بیرون شد. هرچند که زیبا بود کسی به او اعتباری نمیداد. پسرک که خردسالی از لب چادر آن زن داشت و با شوخی تکان داد و کودکان دیگر به حالش میخندیدند. آن زن با آن کودکان سخنان زشت گفت از ترس آنی که مسخره کودکان نشود. به خانه برگشت. او از سحر تا بیگاه در کوچه و بازار گشت، زیرا وقتی که بر خانه برگشت الکی وقتی غروب بود. مرد به زنش گفت: خوب رفتی؟ شهر چگونه بود؟ چه فایده به دست آوردی؟ اکنون دیدی که کسی به تو اعتباری نداد. زن گفت: تو از کجا میدانی که کسی به من اعتباری نداد؟ مرد گفت: من حتی میدانم که چگونه پسر بچه چادرت را کشید. زن در تعجب شد و گفت: تو از کجا میدانی؟ مگر مرا تعقیب کردی؟ مرد گفت: نه، من تو را تعقیب نکردم، ولی تمام عمرم کوشیدم تا باری هم به ناموس مرد نگاهی بد نکردم. باری هم چشم خود را به سوی زن دختر خواهر مردی نداختم، مگر باری کودک بودم. یادم هست که چادر زنی را با شوخی کشیده بودم. دوستان عزیزم، هر کسی که پاک باشد و نگاه پاک داشته باشد پس حتما پاکی نصیبش میگردد. اما هر کسی که بد اخلاق و بد نظر باشد پس حتما بد اخلاقی و بد نظری نصیبش می شود. پس بیایید تا بکوشیم که نگاه خود را از ناموس دیگران نگه داریم تا ناموس ما از نگاه دیگران امین باشند. و خداوند در سوره نور در این باره، یعنی که به پاکان پاک می رسد و بدان بعد در سوره نور، سوره 24 قرآن است، آیت 3 می گوید: مرد زنا کننده به جز زن زنا کننده یا شرک کننده به کسی نکاح نمی کند و زن زنا کننده را به جز مرد زنا کننده یا شرک کننده به زنی نمی گیرد و این کار بر مؤمنان حرام کرده شده است. دوستانم، خود فکر و اندیشه کنید. باقی در پناه الله مهربان.